هنوز از زمستان امسال معلوم بود که قرقیزستان به 20مین بسته تحریم‌های اروپا علیه روسیه شامل می شود. اتحاد اروپا بار اول صادرات بعضی نوع دستگاه‌ها و تجهیزات رادیویی از روی رقم اداره شونده را به این کشور به دلیل خطر صادرات دوباره آنها به روسیه و استفاده در تولید هواپیماهای بی‌سرنشین و موشک‌ها منع کرد. با گفته بریوسل، واردات چنین کالا به قرقیزستان اخیراً حدود 10 برابر و صادرات از قرقیزستان به روسیه بیش از 12 برابر افزایش یافته است. اتحاد اروپا میگوید با بیشکک پیوسته مشورت‌ها دایر می‌کردند، اما مقامات به تامین روسیه با محصولات ممنوع ادامه می‌دادند. علاوه بر این، اتحاد اروپا علیه دو بانک قرقیزستان کپیتال و کرامت که الکی در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تحت محدودیت قرار دارند تحریم جاری کرد. حالا به این بانک ها معاملات با شخصان واقعی و حقوقی از کشورهای اتحاد اروپا منع شده است. هفته گذشته رئیس جمهور صادر جباروف غیر چشم داشت برای ملاقات با ولادیمیر پوتین به مسکو پرواز کرد. درباره این سفر قبلا اعلان نشده بود. جانب روسیه در این مورد پیش از ملاقات دو رهبر خبر داده گفت که طرفها همکاری های قرقیزستان و روسیه را بررسی کردند. با ادعای روزنامه‌نگاران شبکه یکم روسیه، تشبثکار این ملاقات صادر جباروف است و گویا خبری تحریم ها زمانی رسید که او الکی در کرمل بود. خبرنگار این شبکه محدودیت ها ضد بیشکک را همچون مجازات برای صداقت بر روسیه توصیف کرده است. اما دمیتری پیسکوف این را به طور دیگر بیان نمود. این صداقت به روسیه نیست. این پیش از همه صادق بودن به منفعت‌های خود است و اگر کشور به خاطر منفعت‌هایش کار کند، این معنای آن را دارد که سودی می‌گرفته‌اش از منفعت فایده احتمالی طرف دیگر زیادتر است. در این حالت این الکی توکلی درست می‌شود. از نگاه سیاستشناس قرقیز امیل جورایف، رهبران دو کشور محض موضوع تحریم ها را بررسی کردند. به تخمین او مسکو می تواند از بیشکک خواهش کند که برای دور زدن محدودیت ها کمک بیشتر رساند. خیلی معلوم است که بانک‌های روسیه این کشور را همچون یک پایگاه بی‌طرف برای انجام معاملات میلیارد دلاری استفاده می‌برند. هرچند این می‌تواند تا حد منفعت‌آور باشد، اما اشتراک در چنین نقشه‌ها خطر معروف شدن کشور را به عنوان ماشین شستشوی پول مالیوی به بار می‌آورد که می‌تواند به نظام قرض‌دهی بانکی و مالیوی تاثیر منفی عمیق رساند. تا آغاز سال جاری 28 شرکت، 4 بانک و 4 سازمان کریپتووالیوتی قرقیزستان از جانب ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحاد اروپا به فهرست تحریم ها وارد کرده شدند. ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رئیس جمهور صادر جباروف از کشورهای غربی طلب کرد که تحریم ها علیه نهادهای مالی قرقیزستان را لغو کنند.